سلام و درود به شما دوستان عزیز، همراهان عزیز که با ما در این لایو همراه هستید. خیلی ممنون. امروز هم قصد داریم که در مورد این موقعیت آنلاین کمی با هم صحبتی داشته باشیم که بتونیم جواب بعضی از دوستان رو که سوالات تکراری دارن و دوست دارن که بدونن در این باره، در مورد این بیزینس، در واقع این موقعیت آنلاین جواب سوالاتشون رو گرفته باشیم. و دو تا از دوستای عزیزم از کالیفرنیا افتخار داریم در خدمتشون باشیم. اجازه بدید که من یه لحظه. سلام فردا جان. سلام، حال شما؟ وقتت بخیر، خوبی؟ وقت شما بخیر باشه. خوشحالم میبینمتون. همچنین خیلی خوشبختم. زنده باشید. از پگای عزیزم خواهش میکنم که جوین بشن. پگاه بیدار شده؟ همینو بگید. عزیزم پگاه 2 ساعت با ما اختلاف داره. الان فکر کنم 11 باشه، 11 صبح باشه. بله گفتن 11. حالا ببینمشون که میتونم جوینشون کنم. هستش توی بله ولی من ریکوستشون نمیبینم. اگه دوباره ریکوست بدم ممنون میشم عزیزم. کدا جان، پگاه عزیز، میخوایم بریم بیرون بعد دوباره داخل شید. اینستاگرام اگه اذیتمون نکنه امروز. بعضی وقتا بازی در میاره. بله واقعا. بله اکسپت کردمتون عزیزم. امیدوارم که سلام، حال شما؟ خیلی خوش اومدید. خوبی شما؟ مرسی. شما چطوری؟ سلام. صحبت بخیر. واقعا صبحتون بخیر باشه. سر ناپریزی کردی، بیداری؟ آره نه خب من دیشب آف بودم مثلا. خدا قبول کنه. خب خیلی هم خوب. خوشحالم سایلا جان میبینم. عزیز دل هستی. منم خوشحالم در حضور دو عزیز مثل شما هستم. خیلی ممنون که وقت گذاشتید امروز و وقتتون گذاشتید برای من. عزیزان بیدار بودن. آخه من تصویرم تاره، درسته؟ من فکر یه جورایی میکنم و اینجا فیلتر داری؟ کثیفه. بهتر شد. فکر کنم وقتی خیلی روشن میشه معمولا تصویر خود تارتره. آره. خیلی خوش اومدید. مرسی قربونت. مرسی، سلامت باشید. زنده باشید. خیلی خوشحال هستم در کنار شما عزیزان. قصد داریم که البته ببخشید من دوباره صدام گرفته طبق معمول. نمیدونم چرا این روزا من زود صدام میگیره. فکر کنم آب و هواست. و اینکه میخوام جواب سوالات عزیزان رو مثل همیشه داده باشیم از دوی شما عزیز. و مرسی از شما عزیزانی که با ما همراه هستید. من یه سوالی که میخوام مطرح کنم که در واقع سوالات عزیزان هست و ما همیشه با اون یه چالنجی داریم. حالا اگه پگاه عزیز شما یا شهرام جان شما هر کدوم دوست دارید میتونید این سوال رو جواب بدید. یه سوالی که واقعا مطرح میشه که ما به عنوان کارمند، خب همه ما یه جورایی فول تایم کار میکنیم، به عنوان کارمند کار میکنیم، خیلی هم خسته هستیم از کارمون، درآمدم نداریم، همیشه هم ناله میکنیم که آخ درآمد نداریم، خسته ایم، جونمون درد میگیره. حالا چرا ما راضی نیستیم بریم وارد دنیای آنلاین بشیم؟ چرا واقعا برامون سخته این مسئله؟ نظر شما عزیزان چیه؟ میخوام بدونم که عزیزایی که این موضوع رو هم میخوان بدونن متوجه باشن و شاید جواب سوالشون رو گرفته باشن. لیدیز فرست. حالا من یه چیزایی رو میگم. من
آره ادامهش میاد. چون من خودم توی آمریکا وقتی مهاجرت کردم تجربه کارمندی نداشتم، ولی نداشتی. زمانهایی که حالا توی کشور خودمون یا حالا من چون تو کویت هم زندگی کردم 10 سال اونجا بودم و اونجا کارمند بودم. خب ببین کارمندی من میتونم بگم که خب یه جورایی سیفه و ما آدم ها هیچ وقت یکی ترس، همیشه این ترسی که توی دنیای آنلاین باشیم بهمون اجازه نمیداد که وارد دنیای آنلاین باشیم و اینکه اون سکیور بودن، احساس سکیور بودن که همیشه هستش توی کارمندی، البته نه توی آمریکا یا کشورهای دیگه چون اینجا اصلا سکیور نیستی. دقیقاً. آره میخواستم بنویسم یادم نره پگاه که بگم نه سیف نیست دیگه اصلا کارمندی. اینجا نیست واقعا. سیف نیست، ولی خب حالا مثلا توی ایران یا حالا هر جای دیگه که بالاخره چه میدونم اون بیمه خدمات و نمیدونم این چیزا هستش یه خورده خیالت راحت تره. صدای منم گرفت سویدا جون عزیزی دل. فکر آره نکنم مصری نیست، این آلرژیه. نه نمیدونم ولی یه چیزی که هستش آدم ها همیشه از تغییر میترسن و اون تغییر باعث میشه که پا جلو نذارن و همینطور که گفتم اون کارمندیه، اون آب‌باریکه رو ما احساس امنیت بیشتری باهاش میکنیم، یعنی یه حقوقی بیاد و بره و یه جورایی مثلا هزینه هامون رو کاور بکنه. البته بازم میتونم بگم که با این دنیای الان که تورم خیلی زیاد شده، سر تا سر دنیا همه گیر شده، باز اون کاور نمیشه و تو مجبوری مثلا بری یه جای دیگه یه کار دیگه پارت تایم انجام بدی که بتونی از پس مخارجت بر بیای. من بیشتر احساس میکنم به خاطر این مسئله است که ما پا جلو نمیذاریم و ریسک نمی کنیم، به قول معروف دوست نداریم از اون منطقه امنمون خارج بشیم و وارد دنیای آنلاین بشیم که هممون یه موقعی درگیر این قضیه بودیم، ولی خب ما از اون دسته آدمایی هستیم که این ریسک رو کردیم و وارد دنیای آنلاین شدیم. البته که بعد از این کووید، ماجرای کووید که پیش اومد، همه چی به سوی آنلاین پیش رفت. حتی شما مثلا خریداتون رو باید الان آنلاین انجام بدین، حتی اگر که توی یه کاری میخوای اپلای بکنی برای یه کاری، اپلیکیشن ها همه آنلاین هستش. وقت دکتر گرفتن همه چی آنلاین شده، در نتیجه همه چی داره به سمت آنلاین پیش میره. ناخودآگاه شما تو دنیای آنلاین هستین، ولی اینکه بخواین خودتون رو وارد یک دنیای دیگه بکنی و فکر اینو بکنی که میخوای از این دنیای آنلاین درآمدزایی بکنی، برای خیلی هنوز این قضیه جا نیفتاده. در صورتی که ما توی همین اینستا میبینیم که یا توی یوتیوب خیلی هستن یوتیوبر هستن یا تیک تاک یا حالا اینستا دارن درآمدزایی میکنن به هر روشی و خود من جز اون آدمایی بودم که اصلا باورم نمیشه. یعنی مثلا میشه این بلاگرها اینقدر بخوان درآمد داشته باشن و بیان مثلا تبلیغ یه دکتری رو انجام بدن یا تبلیغ یه چه میدونم هر چیزی رو میان این بلاگرها انجام میدن و درآمدزایی میکنن، ولی قبل از اینکه خودم وارد دنیای آنلاین بشم اصلا توی مغز من این قضیه جا نمیافتاد که اصلا چطور امکان داره که بشه از دنیای آنلاین درآمدزایی کرد. ولی خب خوبی این بیزینس اینه که شما با همین سوشال مدیا و اون کمپین‌های تبلیغاتی که راه اندازی می‌کنی میتونید درآمد داشته باشین و به واقعیت پیوسته. من خودم احساس میکنم بیشتر به خاطر همون بک‌گراندی که همیشه ما داشتیم و اومدیم از اون بک‌گراند، چون توی ایران انقدر دنیای آنلاین برای ما باز نبود و ما همیشه درگیر فیلتر شکن و نمیدونم این چیزا بودیم و هزاران موضوعات دیگه، در نتیجه کمتر ریسک میکنن افراد و از اون زندگی که دارن، حالا کارمندی هستش، فشار هستش و اینا، راضی نیستن، ولی خب نمیخوان در کنارش درآمد جانبی هم داشته باشن. نظر من اینه. حالا شهرام جان که بیشتر تو این داستان هستش میتونه تکمیل کنه چیزایی که حالا من جا انداختم. نه کامل گفتید. فقط این که ببین همون ترس از تغییره، یعنی که توی اون شرایطش، توی اون محدوده امنش هست، به سختی بتونه بیاد بیرون با هر مشکلی که داشته باشه. میگه حالا همون به قول تو یه آب باریکه هست، حالا چه کاریه که من بیام این آب باریکه رو، شاید بهتر بشه شاید نشه،
و اون چیز ریسک پذیریه نیست متاسفانه. بله. آره. بله. آره. باید یه جای این ترسا رو بذاریم کنار دیگه و اینکه اگر که بخوایم واقعا یه تغییری توی زندگیمون ایجاد بشه، با زندگی روتین تغییر ایجاد نمیشه. باید یه جاهایی و ریسک انجام داد و این تغییر انجام بشه و اینکه مایندست مثبت داشته باشی، یعنی اینکه با اما و اگر و شاید هیچ چیزی درست نمیشه. آره دقیقاً. آره. که ما چقدر تو محدودیت هستیم. من خودم به عنوان شخصی که فول تایم دارم کار میکنم، امروز تا ساعت 2 بعد از ظهر کار بودم، اومدم نمیدونم چجوری آماده بشم. خب ما یه محدودیت زمانی داریم، واقعا اونجوری که بخوایم آزادی عمل ما نداریم. اگر یه اتفاقی بیفته، همین الان زنگ بزنن یه اتفاقی برای خونه بیفته، من اجازه ندارم که بیام، باید اون مسیر رو به اصطلاح سر کارم باشم. و این محدودیت نداشتن محدودیت زمان خب خیلی هم ما اذیت میشیم و با تمام اینها واقعا باید فکری بکنیم، چون به قول شما که پگاه عزیز همه چیز به سمت آنلاین واقعا داره کشیده میشه و یه زمانی که دیگه کار کارمندی دیگه نیست. به قول شما که مثلا توی کشور غرب که زندگی میکنیم، مثلا امنیت شغلی که اوردی ما نداریم. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. حالا یه سوال دیگه ای که مطرح میشه، حالا علاوه بر این که ما ترسامون رو داریم، میخوایم ترسا رو کنار بذاریم و میخوایم مایندستمون رو عوض کنیم با پوزیتیو و فکر مثبت، میخوایم وارد این سیستم بشیم. خب حالا وارد این سیستم میشیم، این سیستم چه برتری برای ما داره، چه مزیتی داره، چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ علاوه بر اینکه ما اون ترس رو داریم، حالا میخوایم وارد سیستم هم بشیم، چه مزیتی تو این سیستم هست؟ شهرام عزیز اگر پاسخ بدم ممنون میشم. ببین من سوال اول سپردم به پگاه، چون سوال دوم میخواستم با وضعیت همین الان خودم مرتبطش کنم. ببین من واقعا میره فرمایشتون. یه عزیزی دارم میگن چطور باید اعتماد کرد به بیزنس آنلاین. دقیقاً امروز لایو ما در همین مورد هست که ما چطور میتونیم اعتماد بکنیم و این بیزنس ما، این موقعیت آنلاین چه کمکی میتونه به افراد بکنه. بله درست. آره من کامنتار نمیبینم، فکر کنم کامنتای من فریز شده. حالا در هر صورت ببین من دیشب آف بودم، خوابیدم مثل بچه آدم و صبح که بیدار شدم با یه حال فرش بیدار نشدم. بعد اومدم برم برای صبحونه خوردن، اصلا یهو بدنم خالی کرد. یعنی دقیقاً این اتفاق نیم ساعت قبل از لایومون افتاد و الانم میبینیم من با چای نبات اینجا. بله فشار واقعا همینه. نمیدونم چی بود. اینو میخوام بگم که شما کدوم کار آفلاین رو میتونی اینجوری با این شرایط انجام بدی؟ حالا ببین من الان لایو اومدم 5 دقیقه بعد دوباره میرم میخوابم. بله. شما سر کدوم کاری میتونی با این شرایط کار انجام بدی و درآمدم کسب کنی؟ یعنی مثلا 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت بیا یه کار رسته‌ای کنی و بعد بری دوباره به کارهای خودت برسی. آره شرایط زمانی، مکانی، تمام اینا تحت کنترل خودته. کسی مجبورت نمیکنه که سر این ساعت بیای، سر این ساعت بری، انقدر ساعت حتما باید در روز وقت بذاری برای بیزنست. خیلی دستت بازه واسه مانور دادن روی همه چی. اصلا روی روش ران کردن بیزنس دستت بازه. یعنی هر کسی از بچه‌ها به روش خودش داره بیزنس رو ران میکنه، به روش خودش داره تبلیغ میکنه، به روش خودش داره توی سوشال مدیا فعالیت میکنه. تمام اینا مزیت‌هاییه که این بیزنس آنلاین بهتون میده، به اضافه اینکه حالا اون بیزنس آیدی که بهتون میده که به بعد از شما هم به ارث میرسه، حقوق ثابتی که از $5,000 شروع میشه اگه به یه لولی برسی و اونم دوباره به نسل بعد از شما به ارث میرسه. ببین اینا توی هر بیزنس آنلاینی نیست. مزیت‌های بالاخص این بیزنس با بقیه بیزنس هم میتونه باشه یه همچین مزیت‌هایی. و اینکه خب خیلی مزیت داره. ببین من خودم فقط برای درآمد جانبی اومدم توی این سیستم، منتها وقتی که وارد شدم دیدم خیلی بنفیت‌های دیگه داره. مثل همین چند تایی که گفتم، بنفیتی که شما میتونید بیزنست ران باشه، احتیاج نداره کسی مرخصی بگیری بری توی مرخصی توی مسافرت و همچنان بیزنست کار میکنه واسط. مثل دوست عزیزمون که همین کنار پگاه جان مرخصی درآمد کسب کرد 2-3 هفته پیش بکنم. آره ببین آره تمام این مزیت ها هست. و اینکه خب شما تو کدوم بیزنسی یه نفر کنار دستت همزبونه با خودت با تجربه بیشتر که بهت میگه این کارو بکن این کارو نکن، بهت راهو داره نشون میده. هیچ کدوم بیزنس ها اینجوری نیست. نهایتا یه دونه CD یا حالا یه دونه
چی میدونم یه پروگرام برات میفرستن، آنلاکش میکنن، وقتی تموم شد دیگه تموم شد. بله. یا باید دوباره پول بدی برای ادامهش، یا یه ایمیل باید بدی که برام بهت جواب بدن یا نه. دقیقاً. آره خیلی مزیت زیاد داره سهیلا جان، یعنی بخوام بشمارم تو فردا صبح. بله مزیت‌های زیادی داره همونجور که فرمایش کردیم. بله خیلی مزیت داره. یکی از این همین چون که ما میتونیم بگیم ما حضور فیزیکی نداریم واقعا. الان همونطور که گفتم من فول تایم کار میکنم، باید حتما حضور فیزیکی داشته باشم، ولی ما اصلا نیاز نداریم در این کار، در این موقعیت ما حضور فیزیکی داشته باشیم. ما همون که میگن 70% کار سیستم انجام میده، خیلی‌ها مسافرت میرن اما سیستم داره براشون کار میکنه. البته که ما هم در کمپین ران میکنیم ولی در پشت اون سیستم هم یعنی در واقع ما رو کاور میکنه، اما در کار آفلاین یا کار کارمندی اصلا اینطور نیست. و واقعا ما با یه محتوا سازی یا اینکه بخوایم یه پست بذاریم میتونیم با افراد که در اجتماع هستن، در سوشال میدیا هستن، در پلتفرم هستن، میتونیم ارتباط دوستانه برقرار کنیم. ولی تو آفلاین همچین موضوعی نیست. توی کار کارمندی اصلا همچین موضوعی نیست که ما خیلی ارتباط دوستانه داشته باشیم. خیلی وقتا مسائلی پیش میاد که ما تحمل میکنیم تو کار کارمندی که مبادا کارمون رو از دست بدیم. ممکنه که به هر دلیلی تحمل میکنیم ولی یه جا از نظر روحی و روانی آسیب بهمون میاد، آسیب پذیر میشیم. اونجاست که دیگه واقعا وایمون سنگین میشه و باید وارد دنیای آنلاین بشیم. انبارداری نداریم، ما چیزی رو اوردر نمیدیم یا اینکه بخوایم محصولاتی رو بخوایم انبارداری کنیم یا دلیل مثلا هوای بد، آب و هوا بخوایم ترانسفر کنیم جای دیگه. و خیلی مزیت‌های بسیاری داره. و یکی از مزیت‌هایی که برای من خیلی جالب بود و مهم بود و واقعا وارد این بیزنس شدم دوره بازنشستگی. واقعا من معمولا در دنیای غرب که ما زندگی میکنم، من آمریکا رو نمیدونم ولی انگلیس 67 سالگی شما به دوران بازنشستگی میرسید. 67 ساله منی که هنوز به عنوان مهاجر اومدم، خب از زمان کودکی هم که نیومدم اینجا، من چقدر میتونم کار کرده باشم که بتونم یه زمان بازنشستگی عالی هم برای خودم بسازم. حالا گیرم خیلی از زمان بازنشستگی رو یه ترانسفر میکنن جلوتر، بازنشست میشن اما دیگه درآمدی ندارن. و چقدر خوبه که ما در حالی که جوان هستیم در کنار بچه‌هامون هستیم خب میتونیم بازنشست بشیم. و همونطور که شهرام عزیز گفتن از یه بازنشستگی عالی هم برخورداریم. شما با تلاش، با همت، با استمرار در کار 3 تا 5 سال، حالا من اصلا میگیرم 10 سال، بیشتر از 67 سالی که ما بخوایم بازنشست بشیم، خب ما یه بازنشستگی یعنی درآمد ثابت داریم 5000 تا و به مراتب بالاتر هم میره با دوره‌های بیشتر، با تلاش‌های بیشتر. و از همه مهمتر به فرزندان خودمون هم میتونیم اینو به ارث بگذاریم. و من میخوام بگم همونطور که شهرام عزیز گفتن و پگای عزیز، واقعا مزیت‌های این بیزنس بسیار عالی هست. پس چه بهتره که ما واقعا از اون جایگاه امن خودمون بیایم بیرون، پوزیتیو فکر کنیم، مایندستمون رو عوض کنیم. کار کارمندی باریکه است، is fine, very good، خوب، عالی، اما برای آینده همه ما الان در دنیای آنلاین هستیم. خود ما میدونیم در زمانی که من از سال گذشته که شروع کردم با 130,000 نفر بوده، امروز 209,000 به 210,000 نفر داره میرسه. خب مردم همه دارن فکر میکنن که باید یک پلن بی داشته باشن، یک درآمدی داشته باشن. با تورم امروز واقعا ما دعا میکنیم که واقعا این ویدیو، این لایف با قلب افرادی صحبت کنه دوست دارن واقعا مسیر زندگی خودشون رو عوض کنن. چون همونطور که دنیا جانم میخواستم بگم تا اینجا کسایی که اومدن جوین این بیزنس شدن فکر کردن و اومدن جوین شدن. از این به بعد ممکنه که بله. با فشار و با زور، یعنی ببین وقتی که هفته قبل آمازون میزنه 100,000 نفر رو لیاف میکنه، ببین خیلیه. چاره دیگه ندارن که بغیر از اینکه بیان تو بیزنس آنلاین. و باید وقتی که اعتماد کنن شهرام جان، نه ببین موقعی که تو یه چویسی داری میشینی فکر میکنی، چویس رو انتخاب میکنی، خیلی فرق میکنه با اینکه مجبور به انجام یه کاری بشی. من میگم در آینده نزدیک آدما مجبور به انجام کار آنلاین هستن. یعنی واقعا دیگه هیچ فرصتی براشون نمیمونه. خب چه بهتره که وقتی که فرصت داری فکر کنی و اون رو انجام بدی. من یه چیزی میخواستم اینجا اضافه کنم. من میخوام بگم که کار کارمندی اونقدر، حالا من نمیخوام بگم بده،
ولی ماهایی که مهاجر هستیم از بچگی اینجا نیستیم که تحصیلات اینجا رو داشته باشیم. دقیقا. خود من مثلا حالا ایران حالا دانشگاه رفتم فلان اینا، ولی اینجا این مدرک من ارزش نداره. در نتیجه من باید برم همیشه از اون لول پایین‌تر مثلا شروع بکنم و اینا، و اون ارزش زمانی که من وقت میذارم 8 ساعت 9 ساعت با اون ارزش زمانی که شخصی اینجا از بچگی حالا هستش یا درسی خونده یا حالا هر چیزی خیلی متفاوته. یعنی شما 10 ساعت 11 ساعت 12 ساعت کار میکنی ولی ارزش زمانی پایینه. یعنی شما پولی در قبال اون زحمتی که میکشی با شخصی که اینجا حالا متولد شده یا تحصیلات عالیه داره توی سن سال ما، حالا بله. اون کسی که حالا سن پایین تر میاد خب براش فرصت زیاده و میتونه خودشو به اون لولی که حالا هم سطح این جامعه هست برسونه. ولی برای ما که باید حالا گرفتار زندگی هستیم، درگیر مسائل مالی و زندگی هستیم، یه خورده منش کردن و رسوندن خودمون به اون لول سخته. دقیقاً. در نتیجه من به نظرم حالا کارمندی خوبه، در کنارش آدم خوبه که یه پلن بی داشته باشه، چون دنیاییه که داره به سرعت به سمت تکنولوژی میره و ما باید اون ارزش زمانیمون رو ببریم بالا. یعنی هر 1 ساعتی که کار میکنی باید ارزش داشته باشه، نه اینکه حالا از صبح بری کار بکنی آخرش چی بیای $200 $250 روزانه در بیاری، اونم میری بیرون میاد تمامش میره پی کارش. یعنی هیچی نه استفاده کردی، نه چیزی، نه لذتی بردی از زندگی، نه اینکه حالا در کنار فرزندانت بودی، نه تایمی با خانوادت گذاشتی، نه مسافرت رفتی. بعد دیگه هیچی 60-65 سالگی دیگه حوصله نداری دور خودت بچرخی. یعنی کار می‌کنی که زنده باشی. آره دقیقاً. خواستم ببینم واقعا این بیزینس میتونه اون ارزش زمانیه رو برای شما بالا ببره. شاید توی 2-3 ماه اول نتونین شما اون لول برسین. من نمیخوام بگم که مثلا شما توی 2-3 ماه اول به درآمدهای 4-5 برسین، اصلا امکان نداره. ولی این پتانسیل درآمدی رو داره که توی 1 سال شما اون ارزش زمانیتون رو ببرین بالا با کار کردن کمتر و زمان ارزشمندتر، درآمد بهتر بسازین. دقیقاً هم پیگاه. بله عالی. و هم که خیلی وقتا هویت خودمون هم از دست میدیم، چون ما میخوایم توی لول پایینتر شروع کنیم. هم فرمایش شما تو اون لولی که باید باشیم نیستیم، میام تو لول پایینتر. خب ماهی که اینجا زندگی میکنیم هر جور باشه بازم خارجی هستیم. اگر در بالاترین مرتبه و از نظر تحصیلات هم باشیم، مگه دیگه کسایی که بیبی بودن اینجا که به اصطلاح بزرگ شدن، ولی خب هویت خودمون رو خیلی وقتا از دست میدیم، اما به خاطر همون ترسه میمونیم. ولی همونطور که فرمودید واقعا همینطوره، دنیای آنلاین خیلی سریع داره پیش میره و بهتره که ما یه قدم به جلو بذاریم. اگر ما درون خودمون رو عوض نکنیم، افکارمون رو عوض نکنیم، هیچی عوض نمیشه. ترس ها همیشه بوده، همه ما، خود منم شاید ترس داشتم، ولی من اونقدر دیگه نیومدم کنکاش کنم، چون میدونستم وای من خیلی سنگینه، میدونستم که دنیا به سمت آنلاین داره کشیده میشه و به سرعت تکنولوژی داره به قول معروف فست جلو میره و من این ریسک رو کردم و خدا رو شکر که همه ما یه جورایی اینجا موفق هستیم. و واقعا پیشنهاد میکنیم به افراد که اگه واقعا دوست دارن زندگیشون رو عوض کنن، تغییر در زندگیشون بشه، واقعا افکار درونشون رو عوض کنن، به قول پیگاچون بتونن که یک درآمدی داشته باشن که ببالن به خودشون، واقعا هویتمون از دست نره، در کنار بچه‌هامون، خانوادهمون، زندگیمون بتونیم واقعا آینده بهتر رو داشته باشیم. به قول بازم پیگاجون حرف خیلی قشنگی زدن، تو 60 هفته بتونیم دور خودمونم بچرخیم و به این دلیل میتونیم واقعا یه زندگی عالی داشته باشیم. پیشنهاد میکنم که شما بررسی کنید، اگر چنانچه مایل هستید میتونید در وبسایت شهرام عزیز، پیگاه عزیز یا من رجیستر بشید و ما هر سه در خدمت شما هستیم. شهرام عزیز اگر شما فرمایشی دارین یا پیگاه عزیز میتونیم. من میخواستم بگم که راجع به این که گفتی که ما راجع به خیلی چیزا ترس داشتیم و ترس داریم، اینو میخوام بگم که ببین ما تو زندگی هممون راجع به چیزای ترس داریم، ولی چه بهتر این که یه بار این ترس رو بریم داخلش تا اینکه بخواد کل عمرمون ازش بترسیم. یعنی یه بار ترس بهتر از کل عمر ترسیدنه. آره یعنی
ترس از اخراج شدن، ترس از لیاف شدن، ترس از هزار تا اتفاقی که ممکنه بیفته، ترس از اینکه تا دیگه خودت نتونی دیگه کار کنی بسته به شرایطی که برات پیش بیاد، یعنی کار فیزیکی دیگه نتونی بکنی. ببین تمام اینا ترسیه که اگه انجام ندی یه کاری رو تا آخر عمر باهاته. معمولا مخالف ترس همون پذیرشه دیگه. وقتی بپذیریم خب خیلی راحت‌تر میتونیم باش کنار بیان. اول و آخر باید بپذیریم، چون دنیای آنلاینه و باید این مسیر رو همه بریم. بچه بهتر زودتر بریم و بتونیم زندگی خودمون رو عوض کنیم. آقا شهرام عزیز، شما مایل هستید که در آخر کالکشن رو بگید لطفاً که افراد هم بدونن که خواهش میکنم. آره من فقط میخوام بگم که آره کسی که دوست داره از این بیزنس اطلاعات بیشتری بگیره و آگاهی بیشتری کسب کنه، ترسش کمتر بشه، با راهش اینه که اسم و ایمیلش رو برای یکی از ما 3 نفر بفرسته. ما براش یه وبینار 90 دقیقه‌ای میفرستیم، انگلیسیه. وبینار رو که نگاه کرد، اگر که وبینار فارسی رو هم خواست میتونه بهمون پیام بده. وبینار فارسی هم دوستان تهیه کردن، براشون میفرستیم و بعد وارد دوره 30 روزه آزمایشی میشیم. این دوره خیلی مهم، یعنی میتونم بگم مهمترین مرحله ورود به بیزنس این دوره آزمایشیه. شما با پرداخت $149 که ریفاندبل تا 30 روز وارد دوره میشین، متوجه میشین که کمپانی چی هست، کجا هست، چی کار داره میکنه، چه جوری به شما سود میده، چند نفر تو این بیزنس هم، با تمام نفرات میتونین کانکت بشین، میتونین برین درآمد افراد رو ببینین. خیلی خیلی اطلاعات، یعنی اطلاعات کلی راجع به بیزنس توی همون دوره 30 روزه بهتون داده میشه. بله. و اگر هم که دوست نداشتین توی اون 30 روز میتونین بگین که نه من اصلا خوشم نمیاد و کل مبلغ به حسابتون برمیگرده. بله. به اضافه اینکه توی اون دوره 30 روز یه کوچینگ کال داریم با کسی که بیشتر از 4 سال توی این سیستم تجربه کاری داره. درآمد ماهیانش بیشتر از درآمد ماهیانش 5 رقمیه. اینم که میگم 5 رقمی $10,000 منظورم نیست، منظورم بالای $20,000 در ماه. میتونین هر سوالی که داشتین ازش بپرسین و بعد تصمیم بگیرین که آیا وارد این بیزنس بشین یا نشین. اون مرحله خیلی مهمه، دوره آزمایشی. و بعدم که دیگه سرمایه گذاری و بسم الله. خیلی خوب، خدا رو شکر. پگاه عزیز، شما فهمیشو دارید عزیزم؟ عالی، همه چی رو شهرام جان گفتن، شما توضیح دادین. ممنون از اینکه ما رو خیلی ممنون، مرسی که در کنار هم بودیم و تونستیم جواب سوالات عزیزان رو بگیم. درود بر شما عزیزان و مرسی که با ما همراه بودید. با امید دیدار، اینکه شما هم بتونید تصمیم بزرگی برای زندگیتون گرفته باشید. روزگارتون عالی باشه. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. وقت شما بخیر. خداحافظ.